ما جای شما نشست قرار نبوده سلام درست خواهی میکنم بابا که ترفیب سلام قربون شما مرسی سلام حال شما خوب بفرمایید اونجا از این بر سلام خوش آمدید مرسی حالا شما مرسی خوب جدایی ما اومدیم ما گفتیم میخوایم بعد جدایی دوباره نزدیکی بشه آره انشالله نه من واقعا نمیدونستم داستان اینجوری اصلا نمیومدم ما اول خب هم خوش آمد بگیم به آقای مردمی هم تبریک بگیم برای اینکه مردمی‌ترین جایزه رو برده فیلمشون و خب این خودش خیلی مهمه چون آدم میتونه جایزه رو از خیلی بگیره ولی جایزه از مردم میگیره لذت دیگه بده. ما با آقای پیماخان خیلی دوست داریم اینقدر که شاید دیگه ندونیم که تاریخش بوده و واقعا هم اون لحظه‌ای که رفت با اصغر فرهادی برای جایزه گلدن گلوب اینقدر من خودم ذوق داشتم که فردا صبحش خب دسترسی به خودش که نداشتم که ولی به پدرش دسترسی داشتم. اول وقت فکر کنم بیدارش کردم بنده خدا رو که تبریک بگم. به هر حال خیلی خوشحالیم که این اتفاق افتاد. من داشتم یه مختصری در مورد این برندها میگفتم تا سرشون گرم شه خب بیاد تا بعد بگیم داستان لباس شما که داغ اومدش تو یه آقای خانمایی که زودتر اومده بودن دیدن که لباس شما داغ اومد. بله زنیا یه برندیه که بیش از 100 ساله اونها هم مثل ما هم کار پارچه میکنن و هم کار پوشاک. اولا با پارچه شروع کردن و بعد پوشاک رو در کنارش آوردن. امروز بوتیک‌های خیلی بزرگ در های اند اون اتفاقی برای پوشاک آقایونه. اینقدر که در تلفنی که ما با آقای فرهادی هم داشتیم گفتن سونی پیکچرز وقتی فهمید که زنیا اسپانسر این قضیه است خودش خیلی براش عجیب بود برای اینکه چطور مثلا یک برندی مثل زنیا پیدا میکنه این سوژه رو و میره که کار رو اسپانسری لباسش رو انجام بده. تبلیغش چون قبلش رو سایلنت بود. و اسکادا هم به همچنین. اسکادا میدونید که خب یه برند بسیار بزرگ آلمانیه مدت‌ها فراز و نشیب داشت. حالا آقای میتال که جز ثروتمندای دنیاست و کار فولاد میکنه این برند رو خرید برای عروسش بهش کادو داد. درنچه یه پول هنگفتی شارژ شد و روز به روز کارهای بیشتری رو داره. من مختصر بگم برای که خب توضیح در مورد لباس آقای مهادی شاید جذاب‌تر از این نباشه. اینا میشه تو اینترنت هم دید. اتفاقی که داره میفته اینه که تمام این برندها علل خصوص این دوتایی که اسپوردین به زودی بوتیکاشون و از قضا باز هم زنیا در 2 طبقه و اسکالام در 2 طبقه افتتاح خواهد شد. همه چیز هم عین همه بوتیکای دنیا شده، هم جنسش سیزنال خودشه، هم نوع ارزش و هم کیفیتش. ما در مورد اون خیلی حرف نمیزنیم چون خدا میکنیم زودتر بشه دوشنبه صبح و اینو از ته دل میگیم که اون لحظه‌ای که جایزه این فیلم ببره که ما مطمئنیم همون قدر که اونها روی استیج خوشحال میشن همه مردم هم خوشحال میشن و مطمئن باشین این غریبه شادی رو همزمان همه میکشن. حتما به دل شما اونجا میشه. باز ازتون تشکر میکنم که امروز رو اومدین. این حداقل سپاس یک ملتی نسبت به سوپر استاراشون برای یک افتخاری که اینجوری درست کردن. بابک توضیح بیشتر رو میده که این برندها و یا این طرفای خارجی ما چقدر براشون جذاب بود و چه احترامی قائل بودن. من خیلی حرف نزدم. نه خواهش می‌کنم داریم لذت می‌بریم. خیلی ممنون. مرسی. میدونید شما خیلی وقت زیغه شما همینطور ولی فقط واسه اینکه توضیح بدید، فقط واسه اینکه اصلا بازتاب این قضیه برای خود ما خیلی جالب بود. من یادمه که مونیخ بودیم با افشین و بعد کاندیداتوری که اعلام شد اول چیزی که به ذهنمون رسید که ما یه جوری در واقع نشون بدیم که چقدر دوست داریم، چقدر لذت بردیم از اینکه جدایی نادر حسینی به این جایگاه رسیده. جوری که خانم حاتمی گفتن در واقع باید قبول کنیم دیگه بالاترینه. ما اصلا به کیفیت هنری کار نداریم. واقعا که در صنعت سینما از اسکار بالاتر وجود نداره، مثل جام جهانی میگم. بعد گفتیم که وقتی که به اون شایستگی شما روی صحنه گلدن گلوب بودین گفتیم که خب ما باید بهترین رو در واقع عرضه کنیم با چیزی که در توانمونه و
وقتی که در واقع تماس گرفتیم و شما هم استقبال کردین یه پشتگرمی بود و همینطور آقای فرهادی اینقدر برخوردشون خوب بود و باز بود مثل همه دوستان و وقت گذاشتن رفتن در واقع بوتیک زنیا پاریس اندازه‌شون رو گرفتن و اون خواستاشون رو گفتن. خیلی جالبه روزی که من در واقع به زنیا گفتم که ما ایدمون اینه که به دوستانمون می‌خوایم در واقع این هدیه رو بدیم، اینقدر برای من جالب بود که در واقع ایریا منیجر زنیا گفت من این فیلمو دیدم و عاشقشم و عاشقانه این فیلمو دوست دارم و به خصوص دو تا هنرپیشه‌ش رو کاملا تحسین می‌کنم. و جالبه که ما بدونی که تو سفری که ایران اومده بودن بابا رو دیده بودم، با بابا صحبت کرده بودم و این دفعه من یادآوری کردم و گفت چقدر جالب، من قشنگ آقای دکتر یادمه و زنیا نهایت همکاری که در واقع اوردر یه لباس از ایران گذاشته بشه و لباس مستقیم به پاریس فرستاده بشه و سر لباس تو چون در واقع خیلی ارجنت بود ما زنگ زدیم و بازم نکته جالبی که وقتی من به دیچل گفتم که این لباس آقای پیمان معادی و ما می‌خوایم به هیچ عنوان تو گمرک گیر نکنه و واقعا همینجور بود تا دیروز تو گمرک بود و بچهای دیچل هم نهایت همکاری رو کردن که امروز بیاد و دلشون می‌خواست اصلا خودشون در واقع لباس رو بدن و بسیار هم برازنده و زیبا شده همونجوری که برای شما. در مورد اسکادا هم دقیقاً همین اتفاق افتاد، یعنی وقتی که مطرح شد نه تنها فیلمو دیده بودن و براشون خیلی مهم بود و در واقع دلشون می‌خواست که حتما اسمشون باشه و این لباس در واقع حالا یکی از لباسایی که خانم حاتمی می‌پوشن در واقع مال اسکادا باشه یا اکسسوریزی که حالا تشریف می‌برن پاریس ان شاءالله تقدیمشون میشه. این چقدر خوب که لیلا و پیمانن. پیمان که پیمان میگفتیم لیلا رو می‌خوام لیلا بگیم برای اینکه واقعا دوستای خوب ما هستن، ان شاءالله تو کارهای بعدیشون هم ما همراهشون هستیم. ما هم تازه شروع کردیم این کار رو و این کارم برای اولین بار در ایران انجام شده. حتما دوستامون هم کمک میکنن که این موفق‌تر بشه. نکته قشنگی اینه که آقای معادی و خانم حاتمی دارن میرن واسه این مراسم. یعنی خیلی خیلی انتخاب خوبیه که از ایران شما ولی ما ناراحتیم که جای همکاران خالیه و واقعیتش اینه که ساره بیات سر کار بود، شهاب سر کار بود و حالا خوبه که سارینا هست و واقعا چون یک کار گروهی و تیمی بوده من که خودم فکر کنم کمترین نقشو دارم توی فیلم، واقعا جای همه خالیه میدونی، برای اینکه اصلا همه با هم این شکل رو درست کردیم. من در ادامه این صحبت‌های لیلی که خیلی نکته خوبی رو گفت بگم، چون الان بحثی که داریم می‌کنیم بحث فشن و ایناست، من خیلی موافق خانم حاتمی ام. من سوالات شما رو میشناسم درسته ولی ما با هم هیچ وقت کار نکرده بودیم و به هر حال از طریق بابا که دفترش بغل شماست و ماشینش جای شما همیشه پارک کرده زن ایرانی رو این سری خواهیم داد که به تمام فرهنگی‌ها جای بچه‌های دیگه هم ساره اینا هم بگم خالی خیلی همچی که گفتن و بقیه این بحثا واقعا بهت بگم ان شاءالله میشه 20% این داستان‌ها در افتر پارتی در مراسم بقیه‌اش حرف زدن و تبادل فرهنگی باشه که اون اتفاقاتی تو ویترینت خوب باشه که بتونی حرف بزنی و خوبی خانم حاتمی اینه که چهرهشون، فرهنگشون و افکارشون خیلی ایرانیه. حالا به هر نوعی میتونست یه سوپر استار باشه که خیلی هم ایرانی نبود ولی خانم حاتمی خودشون جزء سمبولا گفتن یه موقعی توی دیسنیلند پاریس می‌خواستن یه سمبل از امریکا درست بکنن، گفتن اینو روی کلینت بود رو بذاریم اینکه یه چهره مرد امریکایی واقعی. خانم حاتمی هم همینجوریه. ولی من فکر کنم عمده تفاوت‌ها حالا یه ذره از بحث شبه جدی اون در میاد، عمده تفاوت‌ها تو خود پیمانه که پیمان گلدن گلاب رو با یه فیس رفت، الان یه فیس دیگه یه مورد دیگر هم بگم که واقعا جای همه رو خالی کردن، اسم آقای فرهادی هم چند ولی واقعا ایشون هم جاشون خیلی خالیه و نهایت همکاری کردن و ایشون و خیلی باز با قضیه برخورد کردن، مثلا واقعا در واقع خیلی جالب بود. لباسشون هم من مطمئنم به همین درازندگیه و ان شاءالله پاریسی‌ها اونا نهایت تلاششون میکنن که هر ایراد اشکالی هم داشته باشه که از طرف فرهادی هم باهاش تماس گرفتم و بابت این قضیه و همینطور خانم حاتمی اینم بگم که هر دوشون در مواجهه با این پیشنهادی که من در واقع حالا لیلا افتخار داشتم بگم و برای اصغر فرهادی به نمایندگی از شما بگم که هر دوشون دید حمایت کننده‌ای داشتن از این نیازه که بگم. یعنی اصغر فرهادی شاید خیلی آشنا نبود با مارک زنیا ولی وقتی گفتش که وقتی یه همچین قدمی گذاشتن برای همچین
تمدنی اینقدر ارزش داشته براشون فیلم باشه. ما هم امیدواریم که بتونیم کمکی به بیزنس بکنیم یا هر جور دیگه ای. بغلش هم نوار اوکی مرسی. بعد میتونیم بفرستیم برای خودشون بعد میتونم حتی به ماشین کسی کامل عوض میشه که خیلی که من از شما یاد گرفتم باز فقط برای شما سو انشاءالله فوق العاده زیبا شد. مرسی با تاریخش خیلی ممنون. مبارکت باشه. خوبی خسرو؟ تو ممکنه لباس در بیاریش نه تو میکشه این هنوز این پاتون چطوره؟ استکات سریع حتی بیاییم یکم جلو حامد باشه رو بیارم جلو بهتر خداحافظ. تو هستی؟ آره باشه. باشه قربان. بفرمایید خانم. سلام.